همچنین کاپیتان رو کیمچی به کاپیتان دسته تاجیکستان هم میگوید. او را به طوری به فکرم دهانی آگاهی داد و حالا کرد نبرداشت. ضربه جریموی در نزد توپ ابراهیم ربیعی است. رقم 7 حالا اکثری بازیگران در جریمه‌گاه دسته ازبکستان. ضربه افسوس، ضربه خیلی عالی جناب بود. با این دفعه دروازه‌بان دسته ازبکستان ایگناتی نسترف مهارت بلند ظاهر کرد. ضربه را دلشاد واصف زد. رقم 17 از راست میدان و حالا دختران به میدان برای رساندن یاری تعجیلی طبی با دروازه‌بان دسته ازبکستان جمع آیند. به ایگناتی نسترف او جهید توپ را برگردان. توپ از بالا چوب یا خود از بالای تیری دروازه بیرون شد و چندین نفر در نزد دروازه جمع آمدند. آنجا سرداور همراه آنها است و حالا میبینیم که چی لحظه در آنجا با بازیگر با دروازه‌بان ایگناتی نسترف حالا یاری طبی رسانده می شود و در این مورد اگر با او یاری برزیاد طبی طولانی طبی رسانده شود او را مجبورند که از میدان بیرون کنند. ولی در مورد از میدان بیرون کردن باید یکی از بازیگران او را عوض نماید، زیرا 3 نفر را عوض کردند. برای همین حالا باز دروازه‌بان جایش را میگیرد. این به فکرم تنها برای کشال دادن وقتی بازی است، کشال دادن وقتی بازی. وگرنه نسترف لطم نخورده بود. از راست بازیگران دسته ازبکستان حالا دسته خود را حمایت میکنند. از کنج راست بازیگران دسته تاجیکستان ضربه زدند. توپ در جریمه‌گاه، وضعیتی خوفناک، ولی این وضعیت حالا خاموش شدند همه، زیرا بیرقچه‌اش را یاوری سرداور برداشته بود و او را سرداور طرفداری کرد، پشتک کشید و از جانب بازیگران دسته تاجیکستان حالا قاعده بازی ویران شده بود. تا انجام بازی همگی 5 دقیقه مانده است. 5 دقیقه این وقتی صاف را ما در نظر داریم، ولی سرداور میتواند که باز 90 دقیقه وقتی اساسی به انجام رسید انیخترش و حالا سرداور باید وقتی علاوگی حالا تعیین نکرده است. وقتی علاوگی تعیین شده است. سه دقیقه وقتی علاوگی حالا جریان دارد. حساب 1-0 به فایده دسته ازبکستان و این گل یگانه را در دقیقه 70 مکسیم شاتسکیخ رقم 16 از دسته ازبکستان به هدف رساند. هجومی بازیگران دسته تاجیکستان آنها سراسیمه هستند. یوسف ربیف توپ را به قفا حالا خود توپ را میگیرد، آن را به پیش هوا میدهد. الهام جان آرتیق وسطی خوفناک، افسوس و در اینجا قاعده بازی را حالا بازیگر عوض کرده بود و اینک صدای پشتکی سرداور از انجام بازی درک داد. دسته ازبکستان با حساب 1-0 غالب آمد و دوستانی عزیز بازی نوبتی تاجیکستان با دسته کره شمالی در سفر و 11 نوامبر ما در تاجیکستان با دسته ژاپن بازی میکنیم. اولا در سفر 11 اکتبر و بازی ها در پیش است. از بازی دسته تاجیکستان از باخت آن ما باید رو افتاده نشویم. به هر حال با حریفی پرقوت خود مقابلت سخت نشان داد. بازی دسته های ملی
توجیکستان و ازبکستان با حساب 1-0 و پایده مهمانان انجام یافت. دوستان عزیز، ما دسته پیروز رو تبریک می‌گوییم و دسته توجیکستان که امروز مهارت خوب ظاهر کرد. ما در بازی‌های من بعده که 6 سپتامبر در سفر با دسته کره شمالی برگزار می‌شود موفقیت آرزومندیم. از همه شما تشکر زیاد. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، اینک حالا بازی به انجام رسید و دسته ازبکستان در گروه سی غلبه نخستین خود را به دست آورد. دسته تاجیکستان باشد بازی نخستین خود را باخت. دسته ژاپن و دسته ازبکستان 3 امتیازی به دست آوردند. دسته ژاپن که امروز دسته کره شمالی را با همین حساب یعنی 1-0 مغلوب ساخت. در آنجا توپ را در دقیقه 94 یشیدا زد و هر دو دسته پیشرفت هستند و دسته های تاجیکستان و کره شمالی امتیاز به دست نآوردند. بازی نوبتی تاجیکستان 6 سپتامبر در سفر در مهمانی با دسته کره شمالی. در همینجا دوستان عزیز، گزارش ما از ورزشگاه متالورگ شهری ترسونزاده به انجام میرسد. گزارش را بخش تاجیکی رادیوی آزادی، وبسایت یا تورنمای آزادی تشکیل نمود. من شارح نرزالله لطیف با جمعی همکاران خود براد یوسفی و کیومر سیاتا همچون گروه همکاران ما از جمهوری چک از شهر پراگ این گزارش را به انجام میرسانیم. از همه شما تشکر زیاد که گزارش ما را تماشا کردید و یا شنیدید. این اولین نخستین اقدام ما بود و اگر آن پسند آید به شما و اگر آن از جهت تکنیکی موافق باشد ما کوشش به خرج میدیم که این اقدام را من بعد ادامه بدیم. این هم به خاطر میلیون ها مخلصان فوتبال است، به خصوص مخلصان فوتبال تاجیکی نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان هستند. دوستان عزیز، بار دیگر از شما تشکر که با ما بودید و با شما من نرزالله لطیف خداحافظی میکنم. خدا نگهبان شما.